و اینکه همه تو فکر مهاجرتن و اینقدر وضعیت اقتصادی بده که کسی نمیتونه به خواستهاش اینجا برسه. دوست دارن از جهت فرهنگی آزادی‌های بیشتری داشته باشن. بچه‌ها امروز ما اومدیم با یه ویدیوی جدید. موضوع ویدیو امروزمون بزرگترین دغدغه مردم ایران در حال حاضر چیه؟ به نظر شما بزرگترین دغدغه خودتون و مردم ایران در حال حاضر چیه؟ واسمون کامنت کنین. بریم که ویدیو رو ببینیم. سلام عزیزم، خوبی؟ مرسی، ممنون. میتونم اسمتون رو بپرسم و چند سالتون؟ من آرام هستم، 21 سالمه. به نظر شما بزرگترین دغدغه مردم ایران در حال حاضر چیه؟ دغدغه‌ای که توی خود ایران زندگی میکنن این شرایط اقتصادی 100% اولین مرحله‌ای که اگه مثلث مازلو رو بشناسین، اولین نیازهای سطحی جامعه نیاز به اون پوشاک، غذا و خوراک واسه اقتصاد مهم‌تره و بعد امنیت میشه. یعنی الان اون امنیتی که شما فکر می‌کنید در سطح جامعه بهتر از قبل شده ولی هنوز هم به صورت کاملی نیست. در نتیجه دغدغه مردم میشه حالا ما باید اینجا بمونیم یا بریم. حالا اکثرا که فکر می‌کنم یک انتخاب رفتنی دارن و در نتیجه یک دغدغه مهاجرت هست، پول هست، امنیت هست و به بزرگترین دغدغه خودتون در حال حاضر چیه توی زندگی؟ منم در حال حاضر مهاجرت. مرسی، متشکرم. قطعاً این روزا بزرگترین دغدغه همون وضعیت اقتصادی و اجتماعی مونه دیگه. حالا در کنار محدودیت‌هایی که مردم دارن، از لحاظ اقتصادی هم الان زیر فشار هستن و واقعا نیاز دارن که تغییراتی رخ بده تا این قضیه زودتر رفع بشه. بعد دغدغه خودتون توی این روزا چیه؟ قطعاً همین. بله. شرایط اقتصادی، به هر حال منم دانشجوام و قطعاً شرایط اقتصادی بیشترین فشار رو ممکن روی دانشجوها بیاره. به نظرم امیدوارم که حالا درست بشه دیگه، یعنی در طی چند سال آینده حداقل یه سری اتفاقاتی بیفته، حالا تو همین انتخابات درستی بکنن مردم و انشالله درست بشه. حال حاضر بزرگترین دغدغه برای قشر متوسط و رو به پایین مسئله مالی و اقتصادیه و اینکه همه تو فکر مهاجرتن و اینقدر وضعیت اقتصادی بده که کسی نمیتونه به خواستهاش اینجا برسه. اگه بخواد خواستهاش محقق بشه باید از کشور بذاره بره. بعد بزرگترین دغدغه خودتون الان چیه؟ دغدغه من همون مهاجرته بازم. مرسی، ممنون. سلام عزیزم، خوبین؟ مرسی عزیزم، ممنون. مرسی. میتونم اسمتون رو بپرسم و چند سالتونه؟ زهرم، 24 سالم. 24. به نظرتون بزرگترین دغدغه مردم ایران چیه؟ من فکر کنم حالا با توجه به شرایطی که الان داریم بیشترین دغدغه‌شون یکی اقتصادیه، یکی همین که دوست دارن از جهت فرهنگی آزادی‌های بیشتری داشته باشن. و بزرگترین دغدغه خودتون الان توی زندگی چیه؟ همون آزادی‌های فرهنگی و اینکه بتونیم با آزادی بیان بیشتری فعالیت کنیم تو جامعه. خب بچه‌ها، اینم از ویدیو امروز. توی کامنت ها بهمون بگین که چند درصد با حرفای مردم موافق بودین، چند درصد مهاجرت و چند درصد شرایط اقتصادی و مالی. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.